8 عادت روزانه که قاتل تستوسترون در بدن هست. میزان تستوسترون برای همه افراد به خصوص برای مردان بسیار حائز اهمیت است. این هورمون مهمترین هورمون مردانه است که در رشد و تکامل اندامهای جنسی و بروز صفات ثانویه جنسی مانند رویش موی صورت، بم شدن صدا و خواص آنابولیک مانند رشد عضلات و توده استخوانی و همچنین پیشگیری از پوکی استخوان در مردان بسیار مؤثر هست. تستوسترون باعث جهش رشد در نوجوانان و همچنین در تکوین دستگاه تولید مثل و اندامهایی از جمله بیضه ها و پروستات نقش کلیدی بر عهده داره. اما آیا تا به حال فکر کردی که کدوم رفتار یا سبک زندگی موجب کاهش این هورمون ضروری در بدن میشه؟ سلام، به کانال سلامتی آنلاین خوش آمدی. امیدوارم در هر کجای این دنیا که هستی سلامتی جسم و روح مهمان همیشگی زندگیت باشه. در این ویدیو 8 عادت روزانه کاهش دهنده سطح تستوسترون رو معرفی خواهم کرد که انجام هر یک از این موارد ممکن هست کیفیت زندگی روحی و جسمیت رو تحت تاثیر قرار بده. پس برای آگاهی بیشتر تا انتهای ویدیو با من همراه باش. شماره 1 کمبود خواب. نداشتن خواب کافی با کاهش سطح تستوسترون مرتبط است. خواب نقش مهمی در سطح انرژی، میل جنسی، توانایی تمرکز و سایر جنبه‌های سلامت کلی فرد بازی می‌کنه. از اونجایی که سطح تستوسترون مردان به طور طبیعی از حدود 40 سالگی شروع به کاهش میکنه، بنابراین یک مرد میان سال یا مسن که خواب با کیفیتی نداره ممکن هست کاهش قابل توجهی در تولید تستوسترون داشته باشه. رابطه تستوسترون و کمبود خواب یک ارتباط دو طرفه هست. کمبود خواب تولید تستوسترون رو کاهش میده و تستوسترون پایین میتونه موجب بیخوابی بشه. محققان دریافتن که با کاهش سطح تستوسترون میزان کورتیزول یا همون هورمون استرس در بدن افزایش پیدا میکنه. یکی از عملکردهای کورتیزول افزایش سطح هوشیاری هست که منجر به چرخه خواب کوتاه‌تر و تجربه یک خواب غیر عمیق و سطحی میشه. خبر خوب این هست که با خواب بیشتر میتونی تولید تستوسترون رو افزایش بدی. برای همین به یک برنامه منظم برای خواب پایبند باش. محیط خواب آرام و خوبی داشته باش. اتاق خواب حتما باید تاریک و ساکت باشه. مصرف نیکوتین، کافئین و الکل رو محدود کن. حداقل 1 ساعت قبل از خواب استفاده از وسایل الکترونیکی و هوشمند مانند تلفن همراه و لپتاپ رو متوقف کن. نور آبی ساطع شده از این دستگاه‌ها میتونه بر کیفیت خواب تاثیر منفی بگذاره. اضافه وزن یا چاقی میتونه میزان و کیفیت خواب خوب رو کاهش بده. پس وزن سالم و ایدئالت رو حفظ کن. فعالیت بدنی زیاد به خصوص ورزش منظم بهت کمک میکنه که بهتر بخوابی. بنابراین اگه میخوای سطح تستوسترون بالاتری داشته باشی مهم هست که بین 6 تا 9 ساعت اون هم در شب در محیطی تاریک و ساکت خواب عمیق داشته باشی. شماره 2 کمبود مواد مغذی. رژیم غذایی فاقد مواد ضروری بدن به ویژه ویتامین ها و مواد معدنی میتونه بر تولید تستوسترون تاثیر منفی بگذاره. بهترین راه برای افزایش سطح تستوسترون پیروی از یک رژیم غذایی متعادل از نظر تغذیه با اولویت غذاهای کامل و محدود کردن چربی های اشباع شده، الکل و محصولات بسیار فرآوری شده و دستیابی به وزن سالم و ایدئال هست. برخی غذاها از جمله سبزیجات برگدار، ماهی و روغن زیتون میتونن بدن رو برای تولید تستوسترون بیشتر تحریک کنند. غذاهای حاوی روی، ویتامین دی و منیزیم بسیار مهم هستند. روی برای سلامت باروری بسیار ضروری است. مردانی که کمبود شدید روی دارند ممکن هست دچار هیپوگونادیسم بشن. هیپوگونادیسم به نوعی عارضه گفته میشه که طی اون غدد جنسی فرد قادر به تولید هورمون‌های جنسی به میزان کافی نیستند یا اینکه اصلا هورمون‌های جنسی ساخته نمیشن. در نتیجه بدن تستوسترون مورد نیاز روزانه رو نمیتونه تولید کنه. مردان دارای هیپوگونادیسم همچنین ممکن هست ناتوانی جنسی یا تأخیر در بلوغ جنسی رو تجربه کنند. پس توجه به میزان روی در رژیم غذایی مردان حائز اهمیت هست که میتونی از غذاهایی مانند لوبیاها، آجیلها و گوشت قرمز اونها رو تامین کنی. توجه به این نکته هم ضروری هست که مصرف زیاد روی به واسطه رقابت با مس برای جذب در روده ممکن هست باعث
باعث کمبود مس بشه. گوشت قرمز بدون چربی، لوبیا و عدس، آجیل، دانه ها و غلات کامل، اسفناج، انواع کلم، تخم مرغ، ماهی تن و قزلالا، دانه کدو تنبل، عسل، جنسینگ و آووکادو میتونن مکمل بسیار خوبی برای افزایش تستوسترون باشن. مصرف بیش از حد الکل میتونه سطح تستوسترون رو کاهش و تولید هورمون‌های مردانه رو مختل کنه. افرادی که به صورت افراطی الکل مصرف میکنن حدود 40 تا 50% سطح تستوسترون پایینتری نسبت به دیگران دارند. الکل تاثیر مستقیم بر عملکرد غدد درونریز داره و در نتیجه باعث میشه که تولید هورمون تستوسترون توسط بیضه ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کنه. از اونجایی که سلامت 3 غده هیپوتالاموس، هیپوفیز قدامی و بیضه ها برای تولید تستوسترون در مردان ضروری هست، الکل میتونه تولید تستوسترون رو با تداخل در هر 3 غده مختل کنه. مسمومیت با الکل میتونه باعث کاهش برانگیختگی جنسی، لذت و شدت ارگاسم و افزایش مشکل در رسیدن به ارگاسم بشه. قبل از ادامه ویدیو ممنون میشم دکمه لایک رو بزنی، حتما مشترک بشی و زنگوله اعلان رو فعال کنی تا از آخرین نکات بهداشتی و تغذیه‌ای کانال سلامتی آنلاین مطلع بشی. شماره 4 اضافه وزن به خصوص وجود چربی شکمی میتونه موجب کاهش سطح تستوسترون بشه. چاقی متوسط عمدتاً به دلیل کاهش مقاومت به انسولین باعث کاهش تستوسترون کل میشه و چاقی شدیدتر علاوه بر این با کاهش تستوسترون آزاد نیز همراه است. اگرچه درمان چاقی با تستوسترون میتونه منجر به کاهش متوسط توده چربی بشه، اما میتونه آپنه خواب درمان نشده رو بدتر و باروری رو به خطر بندازه. آپنه خواب یک نوع اختلال خواب هست که با وقفه در تنفس در طول خواب مشخص میشه. مطالعات نشون داد که افزایش شاخص توده بدنی با کاهش تستوسترون همراه است. علاوه بر این میزان دور کمر حتی نسبت به شاخص توده بدنی پیش بینی کننده قوی تری برای سطوح پایین تستوسترون هست. افزایش 10 سانتی متری دور کمر شانس مردان رو برای داشتن تستوسترون پایین افزایش میده. شماره 5 عدم فعالیت بدنی و سبک زندگی بی‌تحرک. عدم فعالیت بدنی و سبک زندگی بی‌تحرک به خصوص زمانی که شامل دوره‌های طولانی نشستن باشه ممکن هست با سطوح پایین تستوسترون همراه باشه. ورزش منظم به خصوص تمرینات مقاومتی میتونه به افزایش سطح تستوسترون کمک کنه. بهترین تمریناتی که برای افزایش تستوسترون پیشنهاد میشه تمرینات چند مفصلی هست که بزرگترین گروه‌های عضلانی بدن رو درگیر میکنه. طبق مطالعاتی صورت گرفته درگیر شدن حجم زیادی از عضلات هنگام تمرین یا فعالیت بدنی موجب افزایش تستوسترون خواهد شد. پس حجم عضلات درگیر شده در حین تمرین یکی از فاکتورهای اصلی برای ترشح این هورمون مردانه هست. شماره 6 کمبود ویتامین دی. ویتامین دی نقش مهمی در تنظیم سطح تستوسترون ایفا میکنه. اگه کمبود ویتامین دی داری، یک راه بسیار ساده این هست که در معرض نور خورشید قرار بگیری. راه دیگه این هست که زیر نظر پزشک مکمل ویتامین دی مصرف کنی. این کار علاوه بر افزایش سطح ویتامین دی باعث افزایش تستوسترون تا حد مطلوبی میشه. پس برای افزایش سطح تستوسترون، مخصوصا برای سالمندان، آفتاب گرفتن روزانه رو سبک زندگی خودت قرار بده. شماره 7 مصرف بیش از حد شکر. رژیم غذایی سرشار از قند ممکن هست با مقاومت به انسولین مرتبط باشه و این میتونه بر تولید تستوسترون تاثیر منفی بگذاره. سطح تستوسترون تقریباً بلافاصله پس از مصرف قند به دلیل آزاد شدن سریع انسولین در بدن به شدت کاهش پیدا میکنه. مردانی که به طور مزمن تستوسترون پایینی دارن ممکن هست با مشکلات زیادی مواجه بشن، از جمله افزایش چربی بدن، از دست دادن توده عضلانی، کاهش میل جنسی، انگیزه پایین و نوسانات خلقی. مصرف زیاد قند باعث کاهش تستوسترون حتی در مردان جوان و سالم میشه. هرچه مردان نوشابه‌های شیرین بیشتری بنوشند، تستوسترون اونها بیشتر کاهش پیدا میکنه. شماره 8 سبک زندگی پر استرس. زمانی که به هر دلیلی دچار استرس میشی، بدن هورمون کورتیزول بیشتری ترشح میکنه. از اونجایی که ترشح هورمون کورتیزول و ترشح هورمون تستوسترون رابطه معکوس دارند، با افزایش استرس و در نتیجه افزایش کورتیزول، سطح هورمون تستوسترون در خون با سرعت بیشتری کاهش پیدا میکنه و بدن آسیب پذیر و ضعیف میشه.
به یاد داشته باش که بالا رفتن وزن، ذخیره چربی مضر در اطراف ارگان‌های اصلی بدن، ریزش مو و ضعف اعصاب از دیگر پیامدهای استرس زیاد هست. پس سعی کن همیشه استرس خودت رو کنترل و از کافئین اضافی اجتناب کنی. از اینکه ویدیو رو تا پایان تماشا کردی بسیار سپاسگزارم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و اگه تجربه‌ای در این زمینه داری در قسمت نظرات به اشتراک بگذاری. سلامتی خودت و عزیزانت رو جدی بگیر و لینک این ویدیو رو براشون ارسال کن. اگه تازه وارد کانال شدی فراموش نکن حتما مشترک بشی و زنگ اعلان رو بزنی تا از انتشار ویدیوهای بعدی کانال سلامتی آنلاین با خبر بشی. مثل همیشه آرزوی سلامتی، ثروت و شادی برای تمام مردم سرزمین و همزبانانم رو دارم. تا ویدیوهای بعدی مواظب سلامتیت باش و سالم بمون.